2017 ماهای فوریه بود که برگشتیم آمدیم با همون جای اقامتگاهمون که زندگی میکردیم در پردیس، همون دو حوله که بودیم در پردیس ماندیم. از اونجا بعد شروع شد بگیم این برنامه مخصوص خدمات روان کردن به افغانستان. اول 2 نفر رفتن، بعد شهری از گامی 3 نفر قتل، بعد شهر با 3 نفر گرفتن، حدودی 9 نفر در اونجا جمع شدن. بعد 1.5-2 ماه اپریل بود که شهر زدن در افغانستان در ولایت قندوز. این خبر ما در ایمون 9 نفر 1 نفرشون زنده مون به نام قاری میگفتیمش ما. او گیم زنگ زد و عکساشون روان کرد دیدیم.